تو در گروه آخه ما بابا جام انا دیدی که محمد اقبال گوش کنید این خیلی توهیر ات میتونه که قطعی اگون انسان دیگه که اکا جون ما بابا جمشید الوهیدا که اکا محمد اقبال جمشید و جمشید شریف فای و جمشید شریف فای ما غیرزاده جاویدان هستم در چرا میدونم یا بزی ما با بز کار ندارم ما میگم اولی اول اسناونه کار جمشید بدرو یا جمشید اول گپ زند قطعی مردم تو مردم بفهمن محمد اقبال کیه جمشید کیه بعد از او گفتی که ما کارا میکنه میریم اول جمشید میدرو یا گپ میزنه بعد ایو یعنی که لوبو کسد میدروه بعد گپ میزنه بغیر جمشید یگان فایده نداره دیگه گپ زدن اول جمشید میدرو یا گپ میزنه آرامانه محمد اقبال تو ایخه خوب من سوالش میکنم او سوال میکنه چی گپ چی خبر شد یک خیل اگر گپ نزدم قطعی جمشید بعد میریم اگر ندرویت روی شما همه سیاه شده گروه متشکل جنایتی گفتی گپو خیلی دیگه بفهمی خودت سیستم برای امکا بگو بدروی جمشیده تو شرمندگیش از این بیشتر نشود بدروی گپ میزنه اتهامش هم میکنه ایوجا ویدیو را رنگی گفتی گپو هم دیونه چی وره نمیشنه و ایا پدوال گفتی چی نمیدونه چی گفته است هم هر گپ گفته است مازش نیست بدروی تو اینکه صحبت کنی انا بس تاکی دیونه کی داری خلاص دیونه نشه آرام گبزه جینج نکسته جوتا نکش میکروفون مرا حرام خر چه میکروفون مرا میکشی من میترسم انا دستا بالا بردار اول بالا کن دستا بالا کن انا دستم بزنی کو حرام خر اوگا زاگی تو فکرم خونه ما را نکرد بانگی دهن رمم خیلی مردا که دکونو میگم فهمیدی کی خاطی کی بانگ زد کی برا خوره میگم اینه ما قطعی تو گپ زدنی رنگ انسان بیا رنگ انسان بیا بس اینجا بیا بس جا بیا بس کی بانگ کشی سلام علیکم من رحمت ما گوش جمشید اگر دشمون کدی کو دلوبا جودافر میام رنگ میبون میدوفر ولی کم بیا به اقرات بنام خدا کو به اقرات ولی خجا گبزن تو بزی ما دکازد نکن تو بزی عروس اقبال بیا اخی تمام مرغ عروس اقبال شوتا انگلیا رو کردم میدونی شوتا انگلیا رفت نوبت خودت میگی جای گوش که گپا تو دیگه گپ نداری گپا گوش که برای چی مطرح بانگید گفتم ما قطعی زنت کشیدم بانگا از زنت کشیدم بانگا تو فکرم خونه ما را نکردی که ما بانگ میزنم دندانم را بکسم زیرا بی گوش کن گپ نزن محمد اقبال ما یگان وقت معامله بعد نکردم فهمیدی بخش زبان مردم چی گفتی خود میدونی بس رنگ انسان گپ زدم میتونی رنگ انسان ما 4 سال دربارت رنگ مرد گپ زدم 4 سال محمد اقبال در حیاتتون دربارت نبودم این عروس تا بگه جای عروس برو رای پیش همین آدم دیاد بود که همین آدم بس همین آدم در آسیا بود میقپن فلانو میکنن گفتن زویش کردن پیش طرف برای یاردم کردن گذراندن دیاد بود رحمت الله میدونم 100% این مرغ ما خودم پروژات که این مرغ ما خودم این مرغ این روز اگر مردک باشه به اقرات یاردم کرده است که میگه که من ترا یاردم کردم 4 سال دباری تو بودم این دباری من یگان وقت نبود از همین افیر رنگ لوبو کسمی درمات گم میزدی این من ندیده بودم شاید وقتی دیدیم فهمیدیم که این یک بانگی ای تمام مردم بچه‌ای که در دبرش بودن فهمیدن که یک بانگی ای بانگی بدنش 100% همه مردم بانگی بدن ایترا یعنی مید گوش کو دیونا آروم باش بس تو بانگی نیستی باری دو اخدت نه والله بلو تالو قسم تهمت دکازات کن بیا دکازات نما دارم ما چطور من تاپوز گوش کو بس نه اخی ما دعوا تو پاشو گوش کن بزی چا گوش کن عروس بزی چا ما به دکازات عروس اقبال تو بزاسیون نیستی نه عروس اقبال
گوش گرفتی درست بزن زوم شبزن رو یه بار یه بار زوم شبزن من گفت زنم تو بزنی گفت زده خطمانه عروس اقبال انا خیر توقع تو من چی آدم کرده هم یاردم کردگی تا بگو خلاص دو نازا سینما دو نازا چی داد میزنی کسلی چی داد میزنی سینما یاردم کرده جمشید جان شما ما رو چی یاردم کرده الف خیر الف جمشید جان میگوی آرام الف خیر احتیاط میکنه جس گپ زنی تا قطعا زیادی نمیکنی گپ چی یاردم کای من الف خیر تو گپ نمیزنی وقتی گپ تزدی گوش میکنم گپ زدم گوش میکنی قطعا نمیکنی ما تا با میگم با در کرم زدگی بعدی میگم دونی در بین مردم میگم قرار نکرد من چی یاردم کرده فهمیده که کتاب دان تا انا گوش میکنیم سری خدمتای ما میره گپ زد وقتی که خب کوخی کسلی خب که خدا جزیرت کردن ریختی انگ رفتی پروردگار آن انجام تاجیکستان برنده اوشام ته گپ زولی گپ زد چی خدمتون کای گپ زد بانگی گپ زد گپ زد خدمت گویده بودنت خدمتو تا بگو لعنتی گپ زد خدمتو تا بگو لعنت در افغانستان گویدن اینمی نداره یگون گپ برمده است رنگی دیوانو و رشته است رنگی اونو چیکو غریب شوره امتاری کاس امچش کرده ساستوش لپا در پیش شمشتگه نومرد تو نومرد من شو خواهرت بدم خواهرت گفت که من نومردم خواهرت گفت خواهرت گفت او چای مردگیت گفت که من نومردم کی گفت نومردم کی گفت دیدی قرد کرد کی گفت که من نومردم گپ زکر چی خدمت بداشتم خدمت تا گپ زد خدمت تا گپ زد آرام گپ زد بگو من تری کار کردم بس تو فکر نکن که تو من گپ نشوناتی سخت گپ زدن اول بگید ایفرا تری ما آدم نمونده چی پات داری خدمت تا گپ زد خدمت تا گپ زد گپ نزد کارت چیه خدمت تا گپ زد گپ زد خدمت ابی گپ زدیم اخی میکروفون بکشین همه تغییر داریم ما در رود گپسم ما دور اروپا قد گپسم ما اتنا میگریسم خودت نکی اون کس نمیشه خدمت تا چی خدمت کرد خدمت تا بگو گپ زد نیر چی دوری آرام گپ زد تو جنایت کار نباشه آرام گپ زد بشی همش خبش کن ما 3 minut گپ میزنم افش قدم میکنی گوش میکنی ببینیم ها تحقیر نکن خودت که قاطع میکنی ما یا گپ دارم تو داشتم نمیکنم تمام خدمت تا بگو مرحمت همین آرام گوش میکنه دیگه مردم مقصدش همیه که من یکم گپ بزنم برو که گپ نداره بزنه میگه آرام محمد اقبال 4 سال کرتای حرامی تر ما تبلیغات در مسجد وردم پول دادم ایداس اسماعیلی در لباش که جاسوس کمیته امنیت ایگسته زن اسماعیل نشناختی خب بگم زنم آخی بعد دروغ نمیگم گردن آخی تو جواب زد نام اسماعیل نگی اول اسماعیل لوبای کس میگیرم انا لوبای دارم میگیرم خطا بگو تو در آسیا چی خدمت کردی انا میرا بگو جمشید گوش کم جمشید شریفوف عالی خدمت دست کرد باز بازارت به خونه حلالت قسم میخورم به این مردم میشم چه مردم بازار غذای حلال هم نداری بفکر بیش پارت گرفت رفتی گوش کن مرا همون کسی بودم که یک کمی خدمت ما درک جون تا گرفتم ترا اوچا تا گرفتم گپ زد دی گپ نداره این گپ نداره اگر یگون گپ میداشت من میگفتم که همین آدم گپ داره تماما یگون گپ نداره تو گوش کن اولی من کاری نومد چی نومردید کردم تو کی که من قطعی در حیاتم و نخوردم یا بار و خوردم دیدم چشمو ترس چون کردگی یا آدم بانگی فهمیدم که تو کی محمد گل شما تاثیر خبر بانگی به بچه چی تو کیسه من میترا دیدم رنگ بین حال پرس من دیدم گفتم قطعی آدمی مسلمان گپ نمیزنه یا منافقه یا دیوانه یا بانگیه این آدم مسلمانی صحت نیست اینا من دیدم فهمیدم تو کی برای همون خاطر نگو در پیش مردم که تو در حیات ترا فراموش کنی وقتی که در آسیا فیسبشنیکایی که پرابلمات کردن بس فیسبشنیکای پرابلمات کردن وقتی که فیسبشنیکا پرابلمات کردن چیکار گیریا کردی چیکار ما پیش رحمت الله روی کردن برای رحمت الله ترا بگیره
پولت بتیا بگیره بگذراند فراموش کردی زن حسین اشور فچخل حقارت میکردی اولی من میام در اروپا زن حسین فلان میکنم بس والله قسم دروغت نگفتم والله دروغت نگفتم با ایمانم قسم گفتی من میرم زن حسین فلان میکنم ما زن گروه 24 میرم فلان میکنم این گپای تو بودن نگو جمشید این گپورا نگو جمشید این گپای تو بود من تو حاضر این گپورا در یگان جو نگفتم اینا در روی در پیش مردم گفته ایسم بس تک بس